طوری که شما هم میدانید برای هر عدد قاعده مشخص قابلیت تقسیم وجود دارد. بنابراین در این ویدیو سعی کردم تا قاعده قابلیت تقسیم بر عدد 5 را واضح‌تر و آسان‌تر تشریح نمایم. برای تفصیلات بیشتر می‌پردازم به اجرای فعالیت. فعالیت. قبل از اینکه قاعده قابلیت تقسیم بر عدد 5 را تشریح کنیم، بهتر خواهد بود تا یک جدول از ضرب زبانی 5 را کنار تخته نصب کنیم. و حالا شاگردان می‌خواهیم که در رقم یک‌های تمام حاصل ضرب در جدول ضرب زبانی 5 چی را می‌بینید؟ نتیجه: واضح دیده می‌شود که رقم یک‌های تمام حاصل ضرب 0 یا 5 میباشد. قابلیت تقسیم بر عدد 5 توسط فعالیت ذیل قاعده قابلیت تقسیم بر عدد 5 تشریح می‌گردد. فعالیت: نخست یک لیست از اعدادی که بر عدد 5 پوره قابل تقسیم باشد و اعدادی که بر عدد 5 پوره قابل تقسیم نباشد را روی تخته لیست می‌کنیم. در بین اعداد ذیل کدام آنها قابلیت تقسیم بر عدد 5 را دارا میباشد؟ اکنون هر کدام از اعداد داده شده را بر عدد 5 تقسیم میکنیم. 60 تقسیم 5 در 6 یک بار شامل است. 1 5 5 یک باقی 0 تا میکنیم. 5 در 10 دو بار شامل است. 2 5 10 منفی میکنیم. 0 باقی 0. 85 تقسیم 5 5 در 8 یک بار شامل است. 1 5 5 از 8 که 5 کم کنیم 3 باقی. 5 در 3 شامل نیست. این 5 تا میکنیم. 5 در 35 7 دفعه شامل است. 7 5 35 منفیش میکنیم. از 5 5 کم کنیم 0. از 3 که 3 را کم کنیم 0. 120 تقسیم 5 5 در 12 دو بار شامل است. 2 5 10 منفیش میکنیم. از 2 که 0 کم کنیم 2. از 1 0. 5 در 2 شامل نیست. این 0 تا میکنیم. 5 در 20 4 بار شامل است. 4 5 20 باقی مانده 0. 5 در 5 یک بار شامل است. 1 5 5 0. 7 تا میکنیم. 5 در 7 یک بار شامل است. 1 5 5 منفیش میکنیم. از 7 که 5 کم کنیم 2 باقی. 5 در 11 دو بار شامل است. 2 5 10 منفیش میکنیم. از 1 0 کم کنیم 1. از 1 0. 5 در 1 شامل نیست. 0 تا میکنیم. 5 در 13 دو بار شامل است. 2 5 10 منفیش میکنیم. از 3 0 کم کنیم 3 باقی. از 1 0 باقی. دیده می شود که در تقسیم 60 بر عدد 5 85 بر عدد 5 و 120 بر عدد 5 باقی مانده در هر کدام 0 است. به این معنا که اعداد داده شده بر عدد 5 پوره قابل تقسیمند. اما در تقسیمات 57 بر عدد 5 و 113 بر عدد 5 باقی مانده 0 نیستند. به این معنا که اعداد داده شده بر عدد 5 پوره قابل تقسیم نیستند. و حال از دانش آموزان میپرسیم که چه تفاوتی را بین اعداد 60 85 120 و اعداد 57 و 113 میبینید. یعنی چه تفاوتی را بین اعدادی که پوره تقسیم شدن و اعدادی که پوره تقسیم نشدن میبینید. واضح دیده می شود که رقم یک های اعداد 60 85 و 120 0 و یا 5 می باشد. اما در اعداد 57 و 113 اینطور نمی باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که
هرگاه رقم یک های یک عدد 0 و یا 5 باشد، آن عدد بر 5 پوره قابل تقسیم است. فعالیت ها: فعالیت اول، فعالیت دوم، فعالیت سوم و فعالیت چهارم. این فعالیت ها باید توسط شاگردان اجرا گردد.